صبح 14 آگوست سال 2024 اعضای تیم ملی تاجیکستان را که با خسیر پاریس تاشکند دوشنبه به وطن برگشتند، در فرودگاه دوشنبه مقامات رسمی و ازدحام بزرگ مخلصان با تنتنه پیشواز گرفتند. تیم تاجیکستان امسال در بازی‌های المپی بار اول در تاریخش 3 مدال برنجی به دست آورد. در مراسم استقبال ورزشگران از جمله یاردمچی پرزیدنت تاجیکستان اوید به مسائل رشد اجتماعی و رابطه با جامعه عبدالله رحمانزاده، رئیس فدراسیون گشتین جودو یا جودوی تاجیکستان اسماعیل محمد ظاهر، رهبریت کمیته جوانان و ورزش و شهرداری دوشنبه و دیگر شخصان رسمی دیده می شدند. تیم المپی تاجیکستان را برای ادامه مراسم استقبال به میدان دوستی در مرکز پایتخت بردند. استقبال گرم از ورزشگران شام 14 آگوست با کنسرت ستاره‌های هنر در امفی‌تئاتر دوشنبه ادامه می‌یابد. یادآور می‌شویم در بازی‌های 33 تابستانه المپی سال 2024 در پاریس پایتخت فرانسه از 26 ایول تا 11 آگوست ادامه داشت. دسته منتخب تاجیکستان 3 مدال برنجی به دست آورد. 2 مدال را در رشته گشتین جودو ساما محمدبکوف در وزن تا 81 کیلوگرم و تیمور رحیموف در وزن 100 کیلوگرم به دست آورده. مدال سوم را مجدن تاجیک دولت بولتایف در وزن تا 92 کیلوگرم صاحب گردید. 11 عضو دیگر تیم المپی تاجیکستان متاسفانه از پاریس به مدال برگشتند. طبق وعده مقامات برندگان مدال‌های برنجی المپی هر کدام با 200,000 سومانی جایزه از نام پرزیدنت تاجیکستان سرفراز گردانیده می‌شوند. همچنین برندگان مدال‌های برنجی از نام رئیس شهر دوشنبه رستم موملی با خانه‌های استقامتی یک اجرگی قدردانی می‌شوند. تاجیکستان بار اول در تاریخش در المپیاد سزاوار 3 مدال شد. برخی مخلصان این دستاورد را ستایش می‌کنند و می‌گویند تاجیکستان بار اول در تاریخش به چنین کامیابی دست یافته است، ولی منتقدان می‌گویند این در مقایسه با نتیجه ازبکستان که از المپیاد پاریس با 13 مدال از جمله با 8 مدال طلا برمیگردد خیلی کم است.